سلام، امیرعباس حیدری ام و امروز می‌خوایم در مورد یکی دیگه از متن‌های شکسپیر به نام رومئو و جولیت با هم صحبت کنیم. این متن اولین بار توسط آرتور بروک در سال 1562 نگارش شد و بعدها توسط ویلیام شکسپیر در بازه سالهای 1591 تا 1595 به شکل نمایشنامه داد. قهرمانان این نمایشنامه دختر و پسری در شهر ورونا هستند که خانواده‌هاشون رقیبای دیرینه یکدیگر. رومئو و جولیت در شب اول عشق ورزیشون با همدیگه به بنبست میخورن و آتیش اختلاف خانواده‌هاشون به شدت بالا میره. جولیت پیش لارنس راهب میره و اون بهش یه دارویی میده که 42 ساعت اونو به خواب عمیق فرو میبره، جوری که همه خیال میکنن اون مرده. اما نمیتونه خبر این اتفاقو به رومئو برسونه و رومئو وقتی با خبر میشه که جولیت مرده بالای سر جنازه اون حاضر میشه و با یکی از خواستگاران اون یعنی کنت پاریس روبرو میشه و اونو به قتل میرسونه. رومئو تیبالتو کشت، ما مرگ او را خواهانیم. رومئو با خیال اینکه جولیت مرده یک جام زهر رو سر میکشه و به زندگی خودش پایان میده و وقتی تاثیر داروی جولیت میپره از خواب بلند میشه و با جنازه رومئو روبرو میشه. پس خنجر رومئو رو ور میداره و خودش رو به قتل خیلی مختصر و کوتاه از متن رومئو و جولیت نوشته ویلیام شکسپیر که بهتون پیشنهاد میدم حتما اونو مطالعه کنید. مرسی که منو تماشا کردین. تا برنامه بعدی.